تا حالا شده فیلمی رو ببینی که بازیگرای فوق‌العاده‌ای داشته باشه اما خود داستان طوری باشه که هر لحظه دلت بخواد از سینما بیرون بری؟ فیلم استیو دقیقاً همین حسو میده. یه اثر پر از انتظار اما تهش خستگی و یه حس گمشدگی به تحویل میده. باهام همراه باش تا بهت بگم چرا این اتفاق میفته. استیو یه فیلمیه که همه انتظار داشتن با بازی کلین مورفی یه درام قوی و هیجان انگیز تحویل بده، اما نتیجه یه چیز دیگه از آب در اومد. وقتی فیلم قراره یه درام باشه لازمه که کشمکش، تعلیق و شخصیت‌های پررنگ داشته باشه تا بتونه مخاطباشو نگه داره. اما این فیلم دقیقاً گرفتار بلایی شده که خیلی از درامای ضعیف دیگه هم گرفتارش شده بودن. یعنی ایده مشخصی نداره و روایتش هم شلخته است. از اول فیلم نمیدونی واقعا قراره چی ببینی. خط داستانی نداره و شخصیتاش هم گم شدن. فیلم درباره یه مدیر دبیرستانه که دانش آموزای مشکل دار رو تربیت میکنه. بچه‌هایی که از اجتماع و خونه‌هاشون طرد شدن و حالا باید یه جورایی نجات پیدا کنن. تا اینجا همه چی خوبه، اما از اونجایی که فیلمساز نمیدونه دقیقاً چی رو میخواد نشون بده، سکانس‌ها خسته کننده میشن. پلان به پلان دانش آموزا مصاحبه میشن، حرف میزنن، تکرار میشن و هیچ پیشرفت دراماتیکی اتفاق نمیفته. استیو فقط به لطف بازی خوبش لنگ و لعابی به این صحنه‌ها داده، وگرنه از نظر درام کاملا منفعل و پوچه. با شروع پرده دوم فیلم تلاش میکنه یه بحران جدیدی ایجاد کنه. قرار بود استیو با مشکل تعطیلی مدرسه مواجه بشه و قهرمانانه عمل کنه، اما مشکل اینجاست که این بحران خیلی زود از مسیر خارج میشه و فیلمساز دیگه بهش نمیپردازه. مخاطب تازه میخواد حس کنه یه کشمکش جدی در جریانه که دوباره همه چیز به حالت اولیه برمیگرده. یعنی انگار هر چیزی که میتونه هیجان انگیز باشه قبل از اینکه فرصت شکوفا شدن پیدا کنه نابود میشه. یکی از دلایل اصلی که مخاطب با این فیلم ارتباط برقرار نمیکنه همون فقدان شخصیت پردازی مناسبه. استیو فقط به واسطه بازی خوبش دیده میشه، وگرنه هیچ حس و هیجانی ازش دریافت نمیکنیم. مخاطب نمیتونه با قهرمان همزاد پنداری کنه چون فیلمساز خودش دور از شخصیت وایساده و فقط نگاه میکنه. بریم با هم ضد قهرمانش رو بررسی کنیم. فیلم دو نوع کشمکش برای استیو تعریف کرده، یکی درونی، یکی بیرونی. کشمکش درونی درباره گذشته و تلاش برای کنترل خودش و بعد شکست‌های قبله، اما این کشمکش اونقدری قوی نیست که اثرگذار باشه. کشمکش بیرونی هم مربوط به کسایی که قصد تعطیل کردن مدرسه رو دارن، اما این شخصیت‌ها هم هیچ تهدید واقعی ایجاد نمی‌کنن و تو روند فیلم کم کم گم میشن. وقتی هیچ تهدید واقعی وجود نداشته باشه، قهرمان هم قهرمان نیست. وقتی استیو با هیچ خطر ملموسی مواجه نیست، مخاطبم هیجان و اضطراب رو تجربه نمیکنه. موضوع خرد داستانا هم فاجعه است. تو فیلمی که شخصیت‌های زیادی داره، داستان‌های جانبی میتونن روند اصلی رو جذاب کنن، اما اینجا تقریبا هیچ پرداختی به خرد داستانا نمیشه. حتی شخصیت‌هایی که میتونستن عمق و چالش هم ایجاد کنن، مثل یکی از همکارای استیو، منفعل هستن و اثر قابل توجهی روی داستان فیلم نمیذارن. همه چیز سطحی باقی میمونه و انگار فیلمنامه هنوز نیاز به بازنویسی دوباره داره. اما برسیم به پایان بندی، اون جایی که همه چیز باید جمع و جور و نتیجه گیری بشه. اما نه، خب اونجا هم اتفاقی نمیفته. پایان فیلم یه در آغوش گرفتن ساده است و همه چیز از بحران‌ها و چالش‌ها گرفته همینجوری رو هوا میمونن. مخاطب نمیدونه چالش‌ها چطور حل شدن. همه چیز بدون هیچ دلیل منطقی تموم میشه و حسرت یه درام واقعی تو ذهن همه باقی میمونه. در مجموع استیو فیلمیه که با وجود بازی خوب کلین مورفی و پتانسیل بالای داستان شکست میخوره. ضعف اصلیش هم تو عدم وجود کشمکش‌های جدی، شخصیت پردازی ضعیف و فقدان تعلیقه. وقتی قهرمان با هیچ چالش جدی مواجه نیست، وقتی خرد داستانا پرداخته نمیشن و وقتی پایان بندی بیروحه، نتیجه یه فیلم خسته کننده و فراموش شدنیه. استیو یکی از اون فیلمایی بود که انتظار میرفت با درام و شخصیتایی که توش بازی میکنن همه رو غافلگیر کنه، اما بیشتر یه تجربه خسته کننده شده تا یه اثر هیجان انگیز. این فیلم به ما یادآوری میکنه که حتی بازی‌های عالی هم نمیتونن جای شخصیت پردازی و کشمکش‌های درست رو پر کنن. بهم بگو فیلم استیو رو دیدی؟ فکر میکنی مشکل اصلیش ضعف داستانه یا شخصیت پردازیش؟ حتما نظرتو راجبش برام تو کامنت ها بنویس و یادت نره اگه این ویدیو رو دوست داشتی اول از همه لایکش کن، دوم ذخیره‌اش کن تا بتونی اسمشو تو لیست فیلم و سریالایی که باید ببینی قرار بدی، و سوم برای اون دوستت که عاشق این سبک فیلمای بفرست. تا ویدیوی بعدی، بدرود.